قل للذي يسعى لإرضاء الإله اسلك طريق المصطفى خير الدعاء يا أسوة الداعين يا خير الورى يا قدوة الهادين يا علم الهدى ما كنت فظا أو غليظا بينهم وبرحمة من ربنا تهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين محمد الأمين وعلى آله و صحبه اجمعین. بینندگان ارجمند و گرامی در هر کجایی که هستید و در این لحظات برنامه خودتان، برنامه با دعوتگران را میبینید، خدمت یکایک شما عزیزان و سروران عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم. امیدوارم که از نعمات بیکران الهی بهره‌مند بوده باشید. خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر از سری برنامه‌های با دعوتگران با مهمان گرامی دیگر. مهمان این برنامه از برنامه‌هایمان حضرت مولانا عبدالسلام عابد، خطیب مسجد حاجی عبدالرحمن در پایتخت افغانستان در کابل هستند. البته این مسجد یکی از مساجد معروف و مشهور شهر کابل و در کل افغانستان است. با اجازه شما عزیزان خدمت جناب حضرت مولانا عبدالسلام عابد عرض سلام و ادب دارم و ایشان را به برنامه خوش آمدید میگم. جناب مولانا صاحب سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه با دعوتگران. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و هم تمنیات نیک خود را به شما، به دوستایی که در این تلویزیون حق قرار دارند و به تمام بینندگان و خواهران و برادران عرض ادب دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد ما را افتخار بخشیدین که در این برنامه شما حضور یافتین و لحظات را همراه با شما و بیننده ها سپری میکنیم. جناب مولانا صاحب، روال برنامه به این شکل است که مهمان ما بیشتر خودشان معرفی میکنن، اما فقط من از شما اینجا نام گرفتم و مهمترین وظیفه که شما در افغانستان فعلا مشغول آن هستین، البته در کنار خطیب بودن یا امام جمعه بودن مسجد حاجی عبدالرحمن در کابل، شما فعالیت های دیگری هم دارین که انشاءالله بیننده های عزیز و گرامی در خلال برنامه با آن آشنا خواهند شد. خب بحث را از اینجا آغاز میکنیم که شما جناب مولانا صاحب در کدام سال و در کجا تولد شدین و دوره های ابتدایی و متوسطه و ثانوی در کل پیش دانشگاهی را در کجا سپری کردین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه اجمعین. اول استاد، ما خود خرد میدانم که در برنامه به نام دعوتگران باشم. جایگاه ما، توانایی ما بسیار خرد است که خود را در قطار دعوتگران حساب بکنم، بلکه حسب تعبیری که میکنن که حضرت یوسف علیه السلام را وقتی که در بازار جهت فروش آوردن، بله، بعد یک پیچ زنی هم آمد چیز تاری داشت و او گفت که من هم میخرم. خب کلاگی گفتن که تو به کدام سرمایت میخری؟ گفت میخوام در این قطار حساب شوم، در خریدارا. دیگه من هم میخوام در قطار دعوتگران حساب شوم. ادعا هم نمی کنم، توان من هم ضعیف است و از هر حیث کوچک خود را میدانم که در این مسند و در این کاروان خود را حساب بکنم، بلکه از جمله خادمین از این کاروان و از جمله کسایی که انشاءالله العزیز زمینه را برای خدمت دعوتگران مساعد بکنه خود به این شکل معرفی میکنم. البته استادی از تواضع و فروتنی شماست و شما نه در قطار دعوتگران بلکه در کشور افغانستان در صف اول و در صدر دعوتگران قرار دارین و بیننده های ما با فعالیت های دعوی شما و با سخنرانی های شما
بیشتر آشنا هستن و خودشان البته انشالله میشناسن که شما کی هستین و ما میخوایم در این برنامه گفتیم علاوه بر این که سیر زندگی شما را به معرفی بگیریم تا اگر جوانهای ما، البته در این شکی نیست که اغلبیت جوانها و اغلبیت مردم ما و مردم تمام امت اسلامی طبیعتا دعوتگر هستند، فرد مسلمان دعوتگر هست و با شنیدن صحبت های شما اینها در صف دعوت و در قطار دعوت بیشتر تشویق شد. بفرمایید جناب استاد. تشکر استاد. طبیعی است که برای هر کدام ما من حیث یک انسان 3 مرحله ضروری است. بله. تعریف، بشناسیم، بله. هم خود را هم دیگران را. بله. و ضروری هم است به هر داعی که شناخت خوب از خودم داشته باشد و از مدعوی خودم داشته باشد و از وسایل دعوت هم داشته باشد. بعد تکوین است، چطور میتونیم خلاها را که طبیعی است در وجود انسان ها و جامعه وجود دارد او را پوره بکنیم. بعد ارتقا است که مرحله تغییر است و ارائه کردن یک نظام نمونه برای جوامع بشری و انسان هاست. بله. روی اساس اسم عبدالسلام عابد، فرزند شهید مولوی عبدالشکور که قبلگاهم در بعد از کودتای ننگین 7 ثور توسط ایادان از خانه برده شد و متاسفانه که تا به امروز ما نه قبرش دیدیم و نه هم جرأتی زیرا کردیم که عنوان بکنیم شهادتش را. بنابراین در سال 1357 قبلگایم، پدر کلانم، فرزندای کاکایم اینا همه را بردن و به شهادت رساندن. من در وقت 6 سال داشتم، خرد بودم. سبحان الله. خب البته من شهادت پدر مرحومتان مولوی صاحب عبدالشکور برای شما و برای کافه ملت افغانستان تبریک میگم. به برکت خونی از اونا بود، شهادت اونها بود که امروز الحمدلله فرزند برومند که در عرصه دعوت در افغانستان خیلی ها میدرخشن شما به وجود آمدین انشاءالله. و پدر شما مولوی صاحب عبدالشکور مرحوم مانند هزاران تن از ملت داغ دیده ما، از بخصوص کسایی که در وقت در عرصه دعوت بودن در سالهای فکر کنم از 50 به بعد تا 60 اینها به صدها تن به صورت زنده و گور شدن و گفتم به برکت خونی از اونا بود که الحمدلله گلهای مثل شما را امروز در جامعه میبینیم و میشکفیم. لطف کنید. بعد یک درس ابتدایی در محیط خود خواندیم. در کدام ولایت؟ در ولایت پروان. در ولایت پروان و ولسوالی سیاگرد. قریه جان بدخیل. در سال 1362 به طرف پاکستان آمدیم. بله. و صنف 7 و 8 را در لیسه مجاهد خواندم. در لیسه مجاهد. بعد صنف 8 که فارغ شدم 2 سال بعد به خانه آمدم در پروان. و والدیم الله ببخشه برام گفت که خب از چی خواندی و چی مسیر را میخوای طی بکنی؟ من برش گفتم بس مکتب میخوانم و انشاءالله فارغ شم دیگه همین علوم معاصر را شاید طب یا انجینری را انتخاب بکنم. بعد برام گفت که نه، پدرت میخواست که تو باید دانش اسلامی را داشته باشی و یکی از علما باید حساب شوی. این را برام گفت. بنا به توصیه والدیم بار دوم که برگشتم باز مکتب نرفتم و در مدارس خصوصی الحمدلله و المنه به درس آمادگی گرفتم. و در سال 1379 بود وارد مرحله لیسانس شدم و در سال 1373 از بخش فقه و قانون از پوهنتون اسلامی فارغ شدم. سال 1373. بله.
خب خوشا به حال شما جناب مولانا صاحب که توصیه مادر عملی کردین. سبحان الله، وقتی شما به توصیه مادرتان اشاره کردین، من به توصیه یکی از مادران یکی از دوستانم که چون مناسبت داره به او خاطر میخواستم یاد کنم که او هم همانند شما شاید نمیفهم که چند ساله بودین که پدر مرحومتان زنده به گور کردن و او در بطن مادر بود که پدر مرحومش زنده به گور کردن. او هم گفت که من صنف 10 یا 12 را تمام کردم و میخواستم که وارد کار شوم، اما مادرم گفت نه، گفت من میخوایم که یک فرزند داشته باشم که در جامعه خدمت کنه به عنوان طبیب، به عنوان دکتر، که امروز او هم الحمدلله به توصیه مادرش عمل کرده و آرزوی مادرش برآورده. خوشا به حال شما جناب مولانا، خوشا به حال شما که امروز الحمدلله نه تنها مردم افغانستان بلکه اغلبیت کشورهای فارسی زبان به وجود شما افتخار میکنه. لطف کردین استاد. طبیعی است که در ورای هر انسان مادرش هست. وراء كل رجل عظیم امرأة عظیمه. و انسان وقتی که می اندیشد بعد می بینه که یقینا جایگاه مادر چقدر است و چقدر زحمات میکشد. ما بار یادم یک خورد بودم وقتی که میرفتم، باز بر ما میگفت که در ایران که میرن متوجه باشین که کسی نگوید که پدرش نیست. طبیعی است که انسان تعجب میکنه و والدین چقدر تلاش میکنه برای شأن فرزندانشان. از طرف دیگر حسب فرموده الهی که ما در سوره کهف میخوانیم که وکان ابوهما صالحا، همه خوبی ها اگر ما داریم از خودم نیست، بلکه در ورایش مادر و پدر بسیار عظیمی با معنویتی داریم. و نه تنها مادرم بلکه کل دوستایی که قبلگاه ما را میشناسه که اونا را نیدن که تهجدش ترک شود و یا بعد از نماز صبح با کسی صحبت بکنن تا وقتی که هفته عمر آمد. این کل وقت رو برمی ذکر و تلاوت داده بود. من به این میاندیشم که گپ اوجاست نه در خودم. و کان ابوهما صالحا. وقتی که فارغ میشم بعد به کابل آمدم. در کابل مدتی را سپری کردم. استاد در سال 1373 گفتن فارغ شدن از کدام دانشگاه، از کدام پوانتون؟ پوانتون اسلامی و از فاکولته فقه و قانون شریعت در پوانتون اسلامی. پوانتون در پاکستان بود. خب درست. بعد افغانستان آمدم در 1374 به حیث آمر دیپارتمنت تفسیر و حدیث در وزارت معارف ایفای وظیفه میکردم. بعد رفتم دوره حدیث گرفتم از یکی از شیوخ بزرگوار ما، از اونا گرفتم دوره حدیث را. و ما عادت می بود که میخواستم یک مزج کنم برداشت های حدیثی را در فقه حنفی و فقه سلفی. یکی از استادای ما بود، خداوند مطلب بخش سولکی، و وقت می رفتم خانهش و بخاری را وفات کردن. مولوی صاحب عجبگل نام داشت، یکی از علما محدثین بزرگواری بود. از او درس حدیث را به سبک فقه سلفی می‌خواندم. ماشاءالله. بعد امو بخاری را بار دوم از مولوی صاحب عبدالرحیم خنجانی الله یرحمه از اون می‌گرفتم و دور حدیث ساحه سته را مجموعاً باز هم از استاد بزرگوار ما به نام مولوی صاحب آخوندزاده از اون میگرفتم و در یک سفری الحمدلله که به دیوبند رفتم اجازه دوره حدیث را از 6 استاد از اونها افتخاری گرفتم. ماشاءالله. و درس تفسیر را از شیخ عبدالسلام رحمت الله علیه و مولوی صاحب سمیع الحق از اینها گرفتم. بعد در کابل بعد از اینکه روزهای سپری شد، یکی از روزها رفتم به عنوانی
کسی که تفتیش میکردیم یک بخش وزارت معارف را در دارالمعلمین سید جمال الدین افغان. در اونجا وقتی دیدم که بخش اسلامیات بسیار ضعیف است و چیزی نیست، خداوند متعال پوهان صاحب فاضل ببخشه وزیر معارف بود. آمین. با همکاری از او دیپارتمنت ثقافت اسلامی و علوم دینی را افتتاح کردیم که یکی از دیپارتمنت های قویه فعلا در دارالمعلمین سید جمال الدین، نه تنها بلکه در کل دارالمعلمین های افغانستان است. او را پایه‌گذاری کردیم، سر نصابش، سر کارش تلاش کردیم بسازیم و بعد راه آوردم و در یک مسجد خطابت کردم. همین مسجدی که نام گرفتم یا نه؟ او وقت او مسجد جور نشده بود، در مسجد دیگری در پروانه 3 بود. روزهای سپری شد به این فکر رسیدم که چطور میتونیم که کتاب الله را نشر بیشتر بکنیم. اولین بار بود که ما در افغانستان در کابل درس تفسیر قرآن کریم را آغاز کردم و 160 نفر شاگرد داشتم. الحمدلله به شکل بسیار زیبا و مرحله سپری شد. با سال آیندهش که شروع کردم 700 نفر در او اشتراک میکردن. با سالهای دیگری به هزارها شدن. البته برنامه تفسیر شما از طریق شبکه جهانی وصال حق پخش میشه و الحمدلله شایقین و بیننده ها و علاقمندای زیاد هم داره. الحمدلله. و جالب بود که من استاد حرف شما را قطع نکنم، شما بیشتر به نام در افغانستان به نام شیخ القرآن مشهور هستین که به تفسیر و دیگه شرح کلام الله مجید میپردازین. خب در مساجد مختلف کابل و احیانا فکر کنم در دوره های بزرگی که دایر میشه در افغانستان، در اونجا شاید اکثر بیننده ها اطلاع نداشته باشند که جناب مولانا صاحب عبدالسلام عابد در کنار دسترسی و تبحر در علوم حدیث، در علوم تفسیر بگم در حدیث هم دست بالا دارند و در این زمینه گفتین از علمای بزرگ اجازه هم دارین، درست است؟ الحمدلله. چطور شد که بین دو علم شما جمع کردین، علم حدیث و علم تفسیر؟ خب باز هم تکرار میکنم، ادعای علم نمیکنم، ولی در تلاش ازی که من حیث یک طلبه میفهمم که علم حدیث سخت‌تر است و طالب راستو میخواهد که کاملا وقت بدهد. بله. من یک درس بخاری را شروع کردم تا کتاب علم رساندم، نمیدانم که با دوستا شاید چیش کستایش باشد، حتما، ولی مخاطب خود را بسیار ضعیف دیدم. بعد مجبور شدم که حوصله بکنم تا که اگر الله خواسته باشد بتانیم همون یک دوره ها را هم بسازیم. پس به عوض ازی به تفسیر آیت الاحکام پرداختم که آیت الاحکام در روشنی فقه حدیثی و در روشنی فقه مقارن به شکل خوبتری تقدیم شود. در کل الحمدلله و المنه زمینه به این مساعد شد که جوانا چی خواهرها و چی برادرها ما را مساعدت بکنن و زمینه مراکز را هم شروع بکنیم. بنابراین الحمدلله ما دارالعلوم فخری را پایه‌گذاری کردیم که با فروعش تماما 1800 خواهرای ما در او مصروف تدریس هستند. دارالعلوم و درس حدیث و دوره حدیث شریف مکمل در 2 سال که همون ساحه 9 است خوانده میشه، ولی 3 کتاب از اول تا به آخر به شکل منظم طالب میگیرد که بخاری، ترمذی و ابو داود شریف است. این 3 کتاب کلا خلاص می شود با واسطه که از کتاب‌های دیگر این بخش‌هایش گرفته می شود. و این هم یکی از اولین کارهایی بود که در افغانستان خواهرای ما به درس حدیث شدن و حدیث پیامبر خدا علیه السلام را به این شکل مقبولش گرفتن. و این دارالعلوم الحمدلله فعلا چندین فروع دارد و به شکل یکی از مدارس عمده و قوی در کابل عرض اندام دارد. در جوارش تلاش کردیم که یک مرکز تحقیقاتی بسازیم
که او مرکز تحقیقاتی سر قضایایی که بسیار مهم است بحثی داشته باشد که از جملهش چطور میتونیم هویت اسلامی را که یک تعداد نسل جوان ما فکر میکنن آهسته آهسته کنار میرن او را برش تحفظ بکنیم، چطور میتونیم که اختلافات را مثبت توجیه بکنیم، چطور میتونیم که خلاهای جامعه خود را او را نشانی بکنیم بعد پورش بکنیم. این مرکز هم الحمدلله خوب پیش می رود، ولی با وصفی که روزها طوری که ما امید داشتم نسبت مشکلاتی که بود نتونستیم با او شکل پیش ببریم و روی هم رفته ما تونستیم 25 کتاب را برای احیای دور مسجد برای اطفال ما نوشته کنیم که 25 کتاب 9 کتابی از او چاپ شده و الحمدلله امسال امیدوار هستم که بقیه‌اش هم چاپ شود تا مسجد را طوری به تفعیل ببخشیم که یک فارغ مسجد ما به همه علوم ابتدایی از سیرت و از عقیده و از فقه و از اخلاق دسترسی خوبتر داشته باشد. یعنی میخواین که دوباره نقش مسجد احیا بکنین انشاءالله العزیز و جوانای ما ازی که در کنار ازی که فارغ پوانتون و پوانتونیستن و دانشگاهی و نمیفهم اینستیتوتیستن باید اینها در کنارش از فارغای مسجد باشن که اصیل ترین مرکز علم و معرفت و دعوت است. جناب مولانا صاحب اگر بر بگردیم باز دوباره به دوره هجرت که شما در پاکستان بودین، بسیاری ها دوره هجرت و مشکلات و دشواری های دوره هجرت سبب دوری از دانش، سبب دوری از تعلیم میدانن و بهانه میکنن که والا امکانات نبود و دشواری بود و سختی بود و بالاخره ما از علم دور ماندیم و حتی یک عده از مردم ما از نعمت سواد هم برخوردار نیستن و سببش دوره هجرت میدانن. چی شد که شما هم البته فکر کنم مشکلات و دشواری های داشتین اما با این وجود بر این مشکلات فایق آمدین یا ای که اصلا امکانات براتون وجود داشت و زمینه برای تحصیل و برای پیشبرد امور زندگی براتون امکان پذیر بود؟ طبیعی استاد هر چی سخت است خب گرفتن علم سخت‌تر است. یک طرف همت میخواهد یک طرف تشویق میخواهد. بله. هرگاهی دو چیز یک جا شود انشاءالله العزیز انسان میتونه که قدم های استواری را بردارد. پس این هر دو عنصر در شما وجود داشت، خودتان همت داشتین و والده تشویق شما را میکردن. قطعا نه تنها والده بلکه هر کسی که ما را مشناخت به اساس جایگاه والد پدرم خداوند رحمتشان کنه همه ما را تشویق میکردن و همیشه میگفتن که باید تو یک انسان شی، باید تو یک انسان شی و این خودش تأثیر گذار است. بنابراین این مشکلات طبیعی است و دنیا داره تکلیف است. هر کسی که به فکر بوده باشه که در دنیا آرامی است، پیامبر گفته اللهم لا عیش الا عیش الاخره. پس در دنیا آرامی نیست. وقتی که نیست خب این مشکلات فرق میکنه. هر کس به حسب هدفی که تعیین میکنه مشکلات را تعریف میکنه. شاید پیش یک کسی که میخواد در عرصه علم قدم بگذاره و از او پرسان بکنه یک رقم مشکل تعریف میکنه. شاید مشکل خیلی آسان بسازه یعنی. قطعا مشکل خود را از او شاید مشکل هم نپنداره. بالکل بسیار چیزایی که غیر دانشمندا او را مشکل میگه دانشمندا او را مشکل نمیگه. بسیار چیزایی که اونها مشکل میبینن و دیگر او را مشکل نمیدانن. بنابراین در کل افغانستان وقتی که در جنگ میرود و مسلمانای ما مهاجر میشود در اون هجرت طبیعی است که مشکلات طبیعی خود را دارد ولی وعده الهی هم در حق است که یجد مراغما کثیرا. پس طبیعی انسان پیدا میکنه. پس انسان میتونه که با تشویق دوروبری هایش کسایی که در اطرافش قرار دارن بزرگترها که از پدر و مادر گرفته تا ماما و کاکا و اینها با تشویق اونا و با همت والای خودش
به طرف دانشگاه برداره و به قله های معرفت چنانه که شما امروز در یکی از این قله ها قرار دارین برسه. جناب مولانا صاحب، البته وقت برنامه ما به پایان رسیده. ما خدمت بیننده های عزیز و گرامی وعده می سپاریم که انشالله در برنامه بعدی هم شما مهمان ما باشین و صحبت های ما را در ارتباط و زندگی نامه تان و فعالیت های تان ادامه بدیم. من از شما در پایان برنامه جهان سپاس امتنان دارم و همچنین از یکایک بیننده های عزیز و گرامی که تا لحظه ما را همراهی میکردن و انشالله در برنامه بعدی با دعوتگران نیز همراه با جناب مولانا صاحب عبدالسلام عابد با شما عزیزان همراه و همگام خواهیم بود. تا آن دم لحظه همه شما را به پناه الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. قل للذي يسعى لإرضاء الإله اسلك طريق المصطفى خير الدعاء يا أسوة الداعين يا خير الورى يا قدوة الهادين يا علم الهدى ما كنت فظا أو غليظا بينهم وبرحمة من ربنا تهدي